با نام و یاد خدا، بیرامی هستم، دبیر زبان انگلیسی در ادامه مجموعه ویدیوهای آموزشی زبان انگلیسی دبیرستان در خدمت شما هستیم با درس 4 کتاب زبان 10 دبیرستان. خب 2 نکته باز جهت یادآوری من عرض میکنم در همین ابتدای ویدیو. اگر در طول ویدیو در واقع به لغات ناآشنا احیانا با لغات ناآشنا مواجه میشید، حتما اینا رو یادداشت بکنید و حتما مرور بکنید، چون اگر که به لغات کتاب تسلط نداشته باشید نمیتونید در امتحان نمره قابل قبولی رو بگیرید. نکته دوم، تمرکز شما باید بر روی کتاب درسی باشه. هیچ جزوه، کتاب کمک آموزشی و هر در واقع منبع دیگه نمیتونه در امتحان نهایی جایگزین کتاب درسیتون بشه. خب درس 4 رو شروع میکنیم. همونطور که از تیتر درس مشخصه، Traveling the World. Traveling به معنی سفر ما اینجا داریم و the world به معنی دنیا و جهان. یک آیه‌ای رو داریم از سوره مبارکه عنکبوت که نوشته شده Travel in the earth. جمله دستوری هست، میگه در زمین سفر کنید and see و ببینید how چطوری he اینجا منظورش خداونده. خداوند اولین خلقت را ایجاد می کند یا اولین خلقت را می آفریند. هر جا که he با در واقع حرف H بزرگ نوشته شده باشه در ترجمه کتاب قرآن، منظورش خداونده. خب کلمه creation رو حتما دقت بکنید. creation به معنی خلقت و creator به معنی خالق و create به معنی خلق کردنه و creative به معنی خلاق. خب کتابمون رو ادامه میدیم به سمت صفحه 99. خب match the pictures with sentences. گفته جمله ها رو با به تصاویر مچ بکنید. اولین جمله گفته که everyone همه نیاز دارن this به این to travel abroad برای سفر به خارج از کشور. خب با کلمه everyone دقت کنید که فعل مفرد استفاده شده. خب منظور این جمله پاسپورته که تصویر شماره 30 هست. جمله دوم Asia has many tourist attractions. قاره آسیا دارد many بسیار tourist attractions جاذبه های توریستی. کلمه به کلمه معنی میشه که شما بدونید هر کلمه چه معنی رو داره. خب قاره آسیا اشاره میکنه به تصویر A که مشخصه. جمله سوم you may میگه شما احتمالاً go to this place به این مکان بروید to buy برای خرید air or train tickets بلیط های قطار یا بلیط هواپیما. دقت کنید air tickets بلیط هواپیما، train tickets بلیط قطار که منظورش تصویر B یا همون آژانس مسافرتی است. جمله چهارم you can check the destinations on this at the airport. میگه شما you can میتونید چک بکنید destinations مقصدها را روی این در فرودگاه. خب طبیعیه که داره اشاره میکنه به تصویر D که همون تایم تیبل یا تابلوی زمان هست. اینجا لغاتی که احیانا برای شما ناآشنا باشه رو حتما یادداشت کنید و حفظ بکنید.
صفحه بعدی پارت بی میگه که which place do you want to visit، چه مکانی رو شما دوست دارید، شما میخواهید که ویزیت ملاقات بکنید. do you know، آیا میدونید where they are located، آنها کجا واقع شدن. اسامی چند تا کشور رو آورده که ما باید به تصویرش وصلش کنیم. حتما این کشورها رو به خاطر داشته باشید. ایران که همین تصویر مربوط میشه به مقبره کوروش تخت جمشید. ایتالی خب برج پیزا رو باید وصل کنید بهش. اسپین تصویر این در واقع شبیه به یک مسجد هست. فرانس برج ایفل. کشور فرانسه ایجیپت مصر اهرام مصر. و برزیل مربوط به این آبشار. کشورها ایران، ایتالی، اسپین، فرانس، ایجیپت و برزیل. خب بریم سراغ پارت 2 match the pictures with the words. کلمات بسیار مهمی اینجا وجود داره. pilgrims به معنی زائران، خب مشخصه که این تصویره. بوکلت به معنی دفترچه که مشخصا این تصویر هست. سایتس به معنی مکانها که داره به این تصویر اشاره میکنه. و vacation یا vacation، هر دو تلفظ درست، مربوط به این تصویر هست. پارت بی گفته که complete the sentences with the above words. جمله ها رو با کلمات بالایی کامل بکنید. خب این یک بسیار تمرین میشه گفت معروفی از برای لغت ها که توی امتحان ها هم از اینجور سوالات طرح میشه که خب جمله میده و کلمه ها رو میده، احیانا با یک یا دو کلمه اضافی، و شما میگه که جاهای خالی رو با کلمات مناسب پر بکنید. شماره 1 میگه که the family spent، یه خانواده، spent گذشته فعل spend هست، میگه خانواده گذراند. their summer جای خالی این یاسوج. خب میخوایم بگیم تعطیلات تابستونی که از کلمه vacation استفاده میکنیم. این خانواده تعطیلات تابستونی خودش رو در یاسوج گذراند. take this information booklet، میگه این دفترچه اطلاعات رو بردارید. and study it carefully، اون رو با دقت مطالعه بکنید. اصفهان has many historical sites، میگه اصفهان دارای مکانهای تاریخی بسیاری است. کلمه sites رو اینجا قرار میدیم و در جای خالی came to امام رضا holy shrine، میگیم که the pilgrims زائران came گذشته فعل come هست، آمدند به حرم مقدس امام رضا. شما کلمه holy shrine رو به خاطر داشته باشید، کلمه مهمیه به معنی حرم مقدس. بریم سراغ conversation، مکالمه طبق معمول با word bank یا بانک لغات شروع میکنیم. plan به معنی طرح، برنامه یا نقشه. agent به معنی مأمور یا کارمند. choice به معنی گزینه یا انتخاب هست که فعلش میشه choose به معنی انتخاب کردن. probably به معنی احتمالاً. hospitable به معنی مهمان نواز. suggestion به معنی پیشنهاد که فعل suggestion میشه suggest، پیشنهاد دادن. خب گفته که دیگو is a Spanish tourist. دیگو یک گردشگر اسپانیایی است. who is planning که در حال برنامه‌ریزی کردن است for his summer vacation برای تعطیلات تابستونی خودش. he is talking او در حال صحبت کردن است با کارلوس ساباتو travel agent یک کارمند آژانس مسافرتی in Madrid در مادرید. خب دیگو شروع میکنه مکالمه رو. excuse me sir ببخشید آقا. I'm planning من در حال برنامه‌ریزی کردن هستم for my summer vacation برای
تعطیلات تابستانی خودم. How can I help you؟ چطور میتوانم به شما کمک بکنم؟ Actually در واقع I want to visit Asia. من میخواهم که از آسیا دیدن کنم. Visit دیدار کردن. But اما I'm not sure. من مطمئن نیستم about درباره my destination مقصد خودم. Do you have any suggestion؟ آیا شما هیچ پیشنهادی دارید؟ Well خب You may have some choices. شما شاید داشته باشید برخی گزینه ها. You شما can می توانید visit ملاقات کنید China از چین. It is famous. اون معروفه. It اشاره میکنه به چین. میگه چین معروفه for the Great Wall. برای دیوار چین. Yes بله but اما I was in Beijing 2 years ago. Beijing یعنی شهر پکن پایتخت چین. میگه من بودم I was in Beijing در پکن 2 سال پیش. What about India؟ خب هندوستان چطور؟ In fact کلمه مهمیه. در واقع the Taj Mahal is a popular destination. تاج محل یک مقصد محبوبه. این رو ساختارها رو حتما مطالعه کنید. A popular destination یک مقصد محبوب. But اما it is hot in summer. تو تابستون گرمه. Probably احتمالاً ایران is the best choice. ایران بهترین گزینه هست. I heard من شنیدم. heard گذشته فعل hear هست. I heard Iran is a great and beautiful country. من شنیدم که ایران یک کشور زیبا و عالی است. Great عالی، beautiful زیبا. But اما I don't know much about it. No دانستن یا I don't know نمیدونم much about it خیلی درباره اون. Well خب ایران is a 4 season country. ایران یک کشور 4 فصله. 4 season country. It has اون داره many historical sites. مکانهای تاریخی زیادی. And amazing nature. و طبیعت شگفت انگیزی. Also همچنین its people. مردم اون. خب اینجا its اشاره میکنه به ایران. مردم ایران are very kind and hospitable. بسیار very یعنی زیاد. مهربان و مهمان نواز هستند. It seems که اون به نظر میرسه a suitable choice. یک گزینه مناسبی به نظر میرسه. seem به نظر رسیدن دقت بکنید. seem جزو افعال حسی در واقع state verbs هست که حالت ing نداره. It seems a suitable choice. میگه گزینه خوبی به نظر میرسه. But اما how can I get more information about ایران؟ چطور میتوانم من get more information به دست بیاورم اطلاعات زیادی about ایران درباره ایران. You can check this booklet or may see our website. یه شما میتونید چک بکنید این دفترچه رو یا احتمالاً دیدن کنید یا ببینید وبسایت ما رو. بریم سراغ سوالا. Answer the following questions orally. سوالات زیر رو به صورت شفاهی پاسخ بدید. Question number 1. What is China famous for؟ میگه چین برای چه چیزی معروفه؟ مراجعه میکنیم به مکالمه. نوشته که it is famous for the Great Wall. خب شما همین رو اینجا می نویسید it is famous for the Great Wall. شما رو گفته که does Diego like traveling؟ میگه آیا دیگو سفر رو دوست داره؟
خب به طور مستقیم نگفته که دیگو اون شخصی که مراجعه میکنه به این آژانس مسافرتی در واقع دوست داره سفر رو، بگه که توی مکالمه بله من دوست دارم، ولی ببینید میگه دیگو میگه توی همون خط اول مکالمه I'm planning for my summer vacation. میگه من در حال برنامه‌ریزی هستم برای تعطیلات تابستون. خب سوال هم مطلعید که از نوع yes no هست. پس اینجا ما می‌نویسیم Does Diego like traveling؟ می‌نویسیم Yes he does. سوال بعدی راجع به شماست. میگه که Where do you want to go for your vacation؟ میگه کجا دوست داری شما میخواهی بری برای تعطیلاتت؟ خب شما این جمله رو به این صورت می‌نویسید I want to go to، حالا تو این 3 نقطه هر شهری که مد نظرتون هست رو می‌نویسید. I want to go to شیراز، من دوست دارم برم به شیراز. قسمت بعدی کلمات جدید و اصطلاحات است. نوشته مهرآباد is one of the first international airports of Iran. مهرآباد یکی از اولین فرودگاه‌های بین‌المللی ایران هست. خب کلماتی که رنگی نوشته شده کلمات مهمیه، ولی خب اگر در این قسمت ها باز کلمه‌ای هست که نمیدونید، اونم ممکنه توی امتحان به عنوان سوال مطرح بشه. There are وجود داره more than بیش از 100 pyramids in Egypt. 100 اهرام در مصر. Ancient به معنی قدیمی. Wind towers. اگه ما بخوایم wind towers رو دونه دونه معنی کنیم میشه برج‌های باد، که خب این اصلا شاید معنی درستی نداشته باشه. توی تصویر ما میبینیم که داره به بادگیرها اشاره میکنه، پس ما wind towers رو بهتره که بادگیر معنی کنیم، بگیم که ancient wind towers، بادگیرهای باستانی یا قدیمی ایران are attractive to tourists، هستند attractive جذاب برای توریست ها یا گردشگر. Around 1 billion people live in India. Around به معنی تقریباً، 1 billion 1 میلیارد people جمع person انسان ها یا آدم live in India زندگی میکنه در هندوستان. خب people پس جمع person بود که توی درس 1 به اینجور جمع ها اشاره شد که جزو جمع های بیقاعده هستن. نکته بعدی گفته که camels شترها can travel میتوانند سفر کنند across در سراسر hot and dry deserts بیابانهای خشک و گرم with little food and water با غذا و آب کم. لغات صفحه بعدی لغاتی هستن که توی ریدینگ ما آنها رو خواهیم دید. کلمه entertainment به معنی سرگرمی. نوشته activities فعالیت هایی که that people مردم enjoy لذت میبرند. He او plays the piano پیانو می نوازه only فقط for his entertainment برای سرگرمیش. خب دقت بکنید که کلمه play به معنی بازی کردنه، ولی وقتی که با یه آلت موسیقی استفاده بشه به معنی نواختن اون آلت موسیقی هستش. کلمه domestic به معنی داخلی یا ساخت داخل یا مربوط به داخل کشور. نوشته relating مربوط to one country به یک کشور. Domestic flights پروازهای داخلی are هستند cheaper than ارزانتر از international flights یا پروازهای بین المللی. دقت بکنید این صفات جزو صفات مقایسه‌ای بود که ما درس‌های قبلی خوندیم. cheaper than داره پروازهای داخلی و پروازهای
خارجی رو مقایسه میکنه. کلمه بسیار مهم culture به معنی فرهنگ. The way of life روش زندگی. Especially مخصوصاً the beliefs عقاید و behavior of a group of people رفتار گروهی از مردم. جمله مثالش Alice is studying Persian language and culture. اینجا کلمه studying نباید مطالعه کردن معنی بشه. میگیم آلیس در رشته فرهنگ و زبان فارسی تحصیل میکنه. خب دقت بکنید این جمله رو میتونه توی امتحان عوض بشه. مثلا ممکنه بشه آلیس is studying mathematics. آلیس در رشته ریاضیات مثلا داره تحصیل میکنه. کلمه رنج به معنی دسته، گروه یا مجموعه. جلوش نوشته a set of similar things. یک گروهی از چیزهای مشابه. This shop این مغازه sells میفروشه a wide range of garden fruits. یک دسته بزرگی از یا مجموعه متنوع یا زیادی از garden fruits میوه های باغچه رو. دقت بکنید به این ساختار a wide range of. خب این a wide range of میتونه توی کتاب توی امتحان هم استفاده بشه. سل هم میشه فروختن که مخالف کلمه بای هست. خب کلماتی که اینجا نمیدونید رو حتما یادداشت بکنید. کلمه belief باور که ما فعلش رو جلسات قبلی ما خوندیم. خب املای این رو برای ما ایراد گرفت که درستش کردیم. کلمه believe. بریم سراغ ریدینگمون. ریدینگ این درسمون تیترش هست ایران A True Paradise. ایران یک بهشت واقعی. پارادایز به معنی بهشت، ترو به معنی واقعی. پاراگراف اول رو شروع میکنیم. Every year هر سال about تقریباً 1 billion tourists 1 میلیارد گردشگر travel سفر میکنن around the world به دور دنیا. توریسم صنعت توریسم یا گردشگری is هست traveling سفری for برای entertainment سرگرمی health سلامتی sport ورزش یا learning about the culture of a nation یاد گرفتن درباره فرهنگ یک ملت. خب دقت کنید اینجا tourism is traveling اصلا زمان حال استمراری نیست. اینجا نوشته tourism is گردشگری هست توضیح میده که چیه. Traveling for entertainment, health, sport or learning about the culture of a nation. Tourism can be domestic or international. که گردشگری میتونه domestic داخلی باشه یا international بین المللی. Domestic tourists گردشگرای داخلی travel سفر میکنن to به different parts of their own country قسمت‌های متفاوتی از کشور خودشون their own country. International tourists گردشگرای بین المللی travel سفر میکنند abroad به خارج از کشور. Some countries برخی کشورها attract جذب میکنند a lot of tourists گردشگران زیادی رو every year هر سال. Egypt کشور مصر is one of the oldest countries of Africa یکی از قدیمی ترین کشورهای آفریقا است. It is famous اون معروفه for its wonderful pyramids برای اهرام شگفت‌انگیزش. France, Italy and Spain فرانسه، ایتالیا و اسپانیا are 3 beautiful European countries 3
کشور اروپایی زیبا هستند. They attract فعل attraction هست. میگه اونا جذب میکنن attract many tourists گردشگران زیادی رو from other parts of the world as other parts of the world سایر قسمت های دنیا. Brazil, Peru and Chile برزیل، پرو و شیلی are in South America در قاره آمریکای جنوبی قرار دارند. They are famous اونها معروف هستند for their ancient history برای تاریخ قدیمیش and amazing nature و طبیعت شگفت انگیزش. In Asia در آسیا ایران is a great destination for tourists. ایران یک مقصد عالی برای گردشگران است. Great destination. This beautiful country این کشور زیبا is a true paradise یک بهشت واقعی است for people of the world برای مردم دنیا. Each year هر ساله many people from all parts of the world visit Iran's attractions. هر ساله مردم زیادی از سراسر قسمت‌های دنیا دیدن می‌کنند Iran's attractions جاذبه‌های ایران رو. این اسم مالکیت هست. ایران is a 4-season country. ایران یک کشور 4 فصل. And tourists و گردشگران can find a range of activities. ببینید find اینجا الزاماً به معنی پیدا کردن نیست. میگه can find a range of activities. میتونن a range of activities مجموعه ای از فعالیت ها رو انجام بدن. From as skiing یعنی از اسکی گرفته to desert touring تا تور گردشگری تور بیابانگردی in different parts of the country در قسمت های مختلف کشور. پس desert touring شد تور بیابانگردی. Many Muslims مسلمانان زیادی also همچنین travel سفر میکنند to ایران به ایران and go to holy shrines و به حرم مقدس میرن این مشهد در مشهد قم and شیراز قم و شیراز. Iranian people مردم ایران are hospitable and kind مهمان نواز و مهربان هستند to travelers نسبت به مسافران and tourists و گردشگران. خب traveler از همون فعل travel گرفته شده اینو فراموش نکنید. خب این پایان ریدینگ بود. میریم به بررسی سوالات ریدینگ. خب ما سوالات ریدینگ کامپریهنشن یا درک مطلب رو داریم. قسمت اول گفته که choose the best answer بهترین جواب رو انتخاب بکنید. گفته که which one is a 4-season country میگه کدوم یکی یک کشور 4 فصله. برزیل، ایران، ایجیپت که خب توی متن کشور ایران رو به عنوان کشور 4 فصل در نظر گرفته. سوال دو گفته که South American countries are famous for کشورهای آمریکای جنوبی معروف هستن برای amazing nature طبیعت شگفت‌انگیز delicious food غذای خوشمزه traditional ceremonies مراسمات سنتی که خب amazing nature رو توی متن بهش اشاره کرده. هیچ کدوم از اینا رو مد نظر قرار نداده اصلا صحبتی راجبش نکرده. سوال سوم in which continent در کدوم قاره can we visit the ancient pyramids میگه توی کدوم قاره ما میتونیم اهرام باستانی یا قدیمی رو ببینیم. ایشیا، افریقا، یورپ که گزینه B افریقا درسته به خاطر اینکه کشور مصر توی قاره آفریقا وجود داره هست. خب true false صحیح و غلط.
Peru and Chile are historical countries. میگه پرو و شیلی کشورهای تاریخ هستن که گفته دیگه توی متنم به این اشاره کرده. ترو رو میزنیم. گزینه 2 گفته که holy shrines in Iran are destinations only for domestic tourists. در واقع گفته که حرم‌های مطهر یا مقدس در ایران مقصد هستند only for domestic tourists، فقط برای گردشگرای داخلی، که خب غلطه. گفته که from Muslims from many Muslims also travel to Iran. یه مسلمان زیادی سفر میکنن به ایران، که خب نگفته حتما اینا داخلی هستن. شماره 3 گفته که all countries همه کشورها have دارند tourist attractions جاذبه های توریستی for international travelers برای مسافران بین‌المللی، که خب اشتباهه. all نگفته، توی متن اشاره کرده به کلمه some، یعنی بعضی از کشورها. یه نکته راجع به سوالای درک مطلب وجود داره که باید بدونید. ببینید توی متوجه شدن درک مطلب، این که شما دایره لغاتتون به چه صورت هست خیلی اهمیت داره. هر چقدر شما لغت زیادی بدونید، همون اندازه توانایی شما توی جواب دادن سوالای درک مطلب بالا میره. یه سری نکته ها هم وجود داره توی سوالای درک مطلب. مثلا همین جمله رو از توی ریدینگ برداشته all countries have tourist attractions for international travelers. به جای کلمه some نوشته all و خب جمله رو عوض کرده. شما این جمله رو پیدا میکنید و خب میبینید که به جای all some هست توی جمله و این رو گزینه غلط رو انتخاب میکنید. در هر صورت هر چقدر لغتتون، دایره لغتتون زیاد باشه، به همون اندازه میتونید توی بخش ریدینگ موفق عمل بکنید. match two halves میگه دوتا نیمه رو با هم وصلش کنید. when a country is a four season one میگه وقتی که کشور 4 فصله. گزینه C people can do both summer and winter activities at the same time. مردم میتونن هر دو فعالیت‌های تابستون زمستونی رو توی زمان مشابه انجام بدن. Many tourists گردشگران زیادی travel to Egypt به مصر سفر میکنن every year هر ساله. خب برای چی؟ to visit wonderful pyramids برای اینکه از اهرام شگفت‌انگیز دیدن بکنند. both history and nature هم تاریخ و طبیعت، گزینه D make South America an attractive destination for tourists. آمریکای جنوبی رو یک مقصد جذابی میکنه برای گردشگران. خب طبیعیه که گزینه A همینجا به عنوان گزینه اضافی وجود داره. بریم سراغ گرامر این درسه. خب ببینید گرامر این درس راجع به افعال مدال یا افعال وجهی هست. اومده خب قبل از اینکه طبق روال این کتاب اصلا خود گرامر رو توضیح بده، یه متنی داده، 2 متن، و اون گرامرها رو در اینجا استفاده کرده. این نکته رو یادتون نره که ما اینجا روخانی میکنیم این قسمت رو و صرفا یه سری کلماتی که ممکنه جدید باشن رو بهتون بگیم و اونا رو شما یادداشت کنید و به کاربرد این افعال وجهی یا افعال مدال توی این جمله هم دقت بکنید. When people are going abroad وقتی که مردم سفر میکنن به خارج از کشور they must do many things. خب must از اون فعل هست، میگه ضروریه که اونها چیزای زیادی انجام بدن. They must get passports اونا ضروریه که پاسپورت و ویزا تهیه کنن. Most often اغلب اوقات
They should go to the police to get passports. توصیه میشه که اونها مراجعه کنن به پلیس برای گرفتن پاسپورت ها. They should go to the embassy of foreign countries. توصیه میشه که اونها برن به embassy of foreign countries، به سفارت کشورهای خارجی to get visas، برای گرفتن ویزا. They should also become familiar. توصیه میشه که همچنین become familiar، آشنا بشن with، با their destination، مقصدشون، before their trip، قبل از سفرشون. They can do that. آنها میتونن can do انجام بدن این رو by به وسیله خریدن کتاب ها. Reading booklets، خوندن دفترچه ها، یا visiting websites، دیدن کردن از وبسایت ها. This may take their time. این احتمالاً take their time، وقتشون رو بگیره. But اما it can help them a lot. اون میتونه help them، کمک کنه اونها رو a lot، خیلی زیاد. They may buy tickets. یا آنها احتمالاً buy tickets، بلیت بخرند و book hotels. book به معنی رزرو کردن اینجا، و هتل ها رو رزرو کنن آنلاین، به صورت آنلاین یا برخط. or یا they may ask a travel agency. آنها احتمالاً ask، درخواست کنن a travel agency، از یک آژانس مسافرتی to do that for them، که این رو برای اونها انجام بده. When everything is ready، وقتی که همه چیز ready، آماده هست، they can leave the country. آنها می توانند ترک کنند کشور رو safely، به طور ایمن، and enjoy their trips، و از سفرهاشون لذت ببرند. As a tourist، به عنوان یک گردشگر، we should be careful about our behavior in a foreign country. ما توصیه میشه که careful، مواظب باشیم، about، درباره رفتارمون in a foreign country، در یک کشور خارجی. We must not break any rule. ما ضروریه که هیچ قانونی رو زیر پا نگذاریم. break rule یعنی شکستن قانون، زیر پا گذاشتن قانون. If we want to have a good and safe trip، اگه ما میخواهیم که یک سفر ایمن، safe و خوب داشته باشیم. We may not like a part of the host's culture. میگه ما شاید not like، دوست نداشته باشیم a part of a host culture، قسمتی از فرهنگ میزبان رو، اما we should be polite to people and their values. ما توصیه میشه که مؤدب باشیم نسبت به مردم و ارزش‌های اونها. We should not say bad things. توصیه میشه که ما نگیم bad things، چیزای بدی، about their food, dresses or ceremonies، درباره غذاهای اونها، لباسهای اونها یا مراسمات اونها. We can talk to other people. ما میتوانیم talk، صحبت کنیم to other people، با مردم دیگه، and try to understand them، و تلاش کنیم که اونها رو بفهمیم. We should also protect nature and the historical sites of that country. توصیه میشه که همچنین protect، محافظت کنیم nature، از طبیعت، and the historical sites of that country، و مکانهای تاریخی اون کشور. We must not hurt animals or plants. ضروریه که ما به حیوانات و گیاهان آسیب نزنیم. We should not write anything on buildings. یه توصیه میشه که ما ننویسیم anything، چیزی روی ساختمون ها. Our good behavior، فرهنگ، رفتار خوب ما، our good behavior can give a good image of our country to other people. میتواند بدهد a good image، یک تصویر خوب
of our country از کشور ما to other people به مردم دیگه. They may want to come and see our country soon. آنها احتمالاً بخواهند want یعنی خواستن بخواهند که بیان و ببینن کشور ما رو soon به زودی. خب همونطور که در صفحه قبلی توضیح داده شد گرامر این درسمون راجع به افعال وجهی در واقع گفته میشه توی فارسی که توی انگلیسی هم بهشون میگیم modal verbs. ببینید افعال وجهی نوعی از افعال کمکی هستن که توی جمله استفاده میشن و به یک وجه یا جنبه خاصی اشاره میکنن که اینجا ما 4 نوعشو داریم. can برای توانستن، may برای احتمال، must برای ضرورت و اجبار و should برای توصیه هست. ببینید 2 تا نکته راجع به افعال وجهی رو شما باید مد نظر قرار بدید. اول اینکه افعال وجهی یا modal verbs خودشون به تنهایی توی جمله معنی نداره. مثلا شما اگر بگید I can من میتوانم، خب معنی نداره، ناقصه. باید یه فعلی بیاد بعدش که این جمله کامل بشه. مثلا I can speak English من میتونم انگلیسی صحبت بکنم. خب نحوه درست کردن جمله با افعال وجهی اینجوریه که ما خب ضمایر فاعلی داریم، بعدش که زیرشون خط کشیده افعال وجهی رو داریم و بعدش ما خب فعلمون رو داریم که اینجا speak هست، اینجا مثلا watch هست، اینجا get هست و اینجا فعل be هست. این در واقع به این ترتیب فاعل و فعل وجهی و فعل اصلی جمله‌مون هست. دقت بکنید فعلایی که بعد از افعال وجهی یا مدال استفاده میشن باید به صورت ساده استفاده بشن، بدون s، بدون ing، بدون ed، بدون to. can speak، may watch، must go، should be. دقت کنید مثلا اینجا be خب مصدر اما ایزوار و وازوور هست که اینجا be استفاده شده. چون جملات ساده است دیگه ما از معنی هاشون عبور میکنیم، چون اینا رو ما توی صفحه قبلی تقریبا خوندیم دیگه. مثلا I may watch TV من احتمالاً تلویزیون تماشا کنم. I must get a passport first اول باید من ضروریه که من پاسپورتم رو تهیه کنم. I should be careful in a foreign country توصیه میشه که من در کشور خارجی مواظب باشم. خب 4 تا مثال داده. You must drive carefully شما ضروریه که با دقت رانندگی کنید. must فعل وجهی، drive فعلمون. The tourists گردشگران may احتمالاً stay بمونن in Iran for 2 more days در ایران برای 2 روز بیشتر. The translator can speak میگه که مترجم can میتونه speak صحبت کنه 4 languages 4 تا زبونو. Everyone همه should توصیه میشه که respect احترام بذارن other people's culture به فرهنگ مردم دیگه. خب ببینید دقت بکنید که must، may، can، should فعل وجهی بعدشون فعل به صورت ساده. شکل منفی افعال وجهی هم بسیار ساده هست. شما فقط کافیه که به فعل وجهی یک not اضافه بکنید که can بشه can not، may بشه may not، must بشه must not و should بشه should not. نکته حائز اهمیت اینه که فقط cannot و should not دارای حالت کوتاه شده هستن که cannot میشه can't و should not میشه shouldn't. ممکنه که حالا mustn't هم ما داریم ولی چون تو انگلیسی غیر رسمی استفاده میشه ما نباید اینجا به کار ببریم. در واقع به این صورت که هر چیزی که توی کتاب ما هست برای ما باید حائز اهمیت باشه، چون در غیر این صورت ما اگه چیزی بنویسیم توی امتحان که توی کتاب ما نیست هرچند درست باشه نمره‌ای بهش تعلق نمیگیره.
خب گفته که I cannot speak Japanese. من نمیتونم ژاپنی صحبت کنم. I may not watch TV. من احتمالاً تلویزیون نبینم. I must not get a passport first. ضروریه که من اول پاسپورت نگیرم. I should not be careless in a foreign country. توصیه میشه که من بی‌دقت نباشم توی کشور دیگه. خب children must not eat. ضروریه که نخورم fast food. It is not good for their health. برای سلامتی اونا their health سلامتی اونها خوب نیست. Not good. Please help me. لطفاً به من کمک کنید. I cannot swim. من نمیتونم شنا کنم. خب نوع سوالی یا اینتروگیتیو افعال وجیب به این صورتی که ما فعل وجیب یا مدال رو اول جمله می‌نویسیم به این صورت که اینجا نوشته شده. بعدش ما فاعل رو میاریم به این صورت که اینجا نوشته فاعل هامون ضمیر فاعلی. بعدش خب بقیه جمله که با فعلمون شروع شده speak, watch, get و be. Can I speak Korean? آیا من میتونم کره صحبت کنم؟ Can I watch TV? آیا من میتونم تلویزیون ببینم؟ Can I get a passport first? آیا من میتونم در ابتدا پاسپورت بگیرم؟ Can I be careful in a foreign country? آیا من میتونم با دقت باشم توی کشور خارجی؟ ببینید اینجا هم should فعل وجهی، travelers فاعل، protect فعل. آیا توصیه میشه که مسافران از طبیعت محافظت کنند؟ May I sit down. دوباره فعل وجهی، فاعل جمله و فعل اصلی جمله. نکته اینجاست may درسته به معنی احتماله، ولی توی اینجور سوالات برای درخواست مؤدبانه استفاده میشه. May I sit down. آیا من اجازه دارم که بنشینم؟ توی این تمرین که بسیار تمرین مهمیه گفته که فعل وجهی مناسب رو بر اساس جمله استفاده کن یا انتخاب کن. میگه when people get the flu وقتی که مردم آنفولانزا میگیرن یا سرما میخورن they must visit a doctor. ضروریه که حتما به ملاقات دکتر برن. There are many clouds in the sky. وجود داره ابرهای زیادی تو آسمون. It may rain. احتمالاً بارون بباره. I like to travel to Spain. من دوست دارم سفر کنم به اسپانیا. I should learn Spanish. توصیه میشه که من اسپانیایی یاد بگیرم. He may not do more exercises. میگه او شاید نتونه تمرین‌های زیادی انجام بده. His heart is very weak. قلب اون خیلی ضعیفه. این البته یه خورده جمله عجیبه. ممکنه اصلا ماسنات هم جور در بیاد واسش، چون کسی که قلبش ضعیفه باید خیلی مراقب باشه. به هر حال طبق نظر مؤلفین کتاب ما مینات رو انتخاب کردیم. You shouldn't یا cannot که you shouldn't listen to loud music. شما توصیه میشه که گوش ندی به موسیقی با صدای بلند. It hurts your ears. او به گوشهای شما آسیب میزنه. hurts. اینجا گفته که pair up گروه بندی بشید و جملات رو با هم دیگه بپرسید. خب can you buy air tickets online؟ دوتا جواب میدیم. Yes I can. No I cannot. خب may I use your pencil؟ Yes you may. No you may not. آیا اجازه دارم از خودکار شما استفاده کنم؟ بله شما اجازه داری. نه شما اجازه نداری. بالایی هم آیا میتونی بلیط‌های هواپیما رو آنلاین بخری؟ بله میتونم. نه خیر نمیتونم. سوال سوم should your friend help you with your lessons؟ آیا دوست شما توصیه میشه که به شما توی درس‌ها کمک بکنه؟ چون دوست شما گفته هم هی میتونیم بنویسیم هم شی که ما اینجا شی انتخاب میکنیم. Yes she should. No she should not. بله او توصیه میشه که این کار انجام بده. بله او توصیه نمیشه. خب ما دوباره همین در واقع
در واقع جواب رو برای این سوال هم میتونیم بنویسیم. گفته که can you swim؟ آیا میتونی شنا کنی؟ yes I can، no I cannot هست جوابش. must we finish our English book before خرداد؟ آیا ما ضروریه که کتاب زبان انگلیسیمون رو قبل از خرداد به اتمام برسونیم؟ yes we must، بله ما ضروریه که این کار انجام بدیم. no we must not. خب بریم سراغ قسمت C also مربوط به مبحث prepositions یا حروف اضافه هست. این 2 صفحه خیلی مهم از این جهت که باید اینا رو حفظ بکنید برای در واقع مبحث اولمون که حروف اضافی مربوط به تایم یا زمان هست. خب چند تا آیتم گفته. آیتم اول مربوط به حرف اضافه اینه که گفته توی در واقع وعده های روز ما این استفاده میکنیم: صبح و بعد از ظهر و عصر، morning, afternoon, evening. قبل از ماهای سال، سپتامبر، شهریور. قبل از فصلها، بهار و spring, summer. تابستون، فال، پاییز، وینتر، زمستون. قبل از کلمه نوروز و قبل از سالها از حرف اضافه این استفاده میشه. at قبل از اشاره به ساعت دقیق مثل 8 o'clock. قبل از کلمه night و noon به معنی شب و ظهر. قبل از کلمات midnight و midday نصف شب و نصف روز. قبل از کلمات sunrise به معنی طلوع خورشید، sunset غروب خورشید. حرف اضافه on قبل از روزهای هفته: Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Friday. قبل از کلماتی که با روز همراه، مثلا Monday morning, Tuesday evening. این یه نکته ای داره. نکتهش اینه که اگر ما تاریخی توی انگلیسی با یه روز همراه بشه، نه الزاماً Tuesday، ممکنه 12 دهم یک عددی باشه که هر تاریخی اگر با روز همراه بشه شما آن حرف اضافه آن رو واسش استفاده میکنید. این نکته رو یادتون نره. خب ببینید on vacation, on holiday قبل از کلمات vacation و holiday به معنی تعطیلات هم از حرف اضافه on استفاده میکنیم. prepositions of place حروف اضافه مربوط به مکان. خب قبل از اسامی شهرها مثل تهران، بیروت این استفاده میشه. قبل از اسامی کشورها مثل ایتالی، پاکستان این استفاده میشه. قبل از قاره ها مثل ایشیا و یوروپ هم این استفاده میشه. قبل از اینکه مثلا به سطوح بخوایم اشاره بکنیم، چیزی روی یه سطحیه مثل روی میز، روی فرش، روی کف اتاق، روی ماشین، برای همش آن استفاده میکنیم. و اینکه یه کاربردش هم به صفحات اشاره کردن: on page 5 در صفحه 5. حرف اضافه next to به معنی کناره: next to the hospital کنار بیمارستان، next to the post office کنار اداره پست. in front of جلوی، in front of the bank جلوی بانک، in front of the station جلوی ایستگاه. خب ببینید اینجا listening speaking مونه که عرض کردم این قسمت ها رو ما به یک فایل دیگه انتقال خواهیم داد که بخش های listening توی یه جا جمع بشه و قابل استفاده باشه برای شما به راحتی. قسمت pronunciation یا تلفظ راجع به حرف ربط اور هست. ببینید ما از حرف ربط اور که توی فارسی به معنی یا هست برای اشاره به اینجا هم گفته contrast یا تناقض 2 چیز استفاده میکنیم. انتخاب بین 2 چیز متفاوت. Were you doing research or studying؟ میگه آیا شما در حال انجام تحقیق بودی یا مطالعه. Who broke the window؟ میگه چه کسی پنجره رو شکست. علی or امیر، علی یا امیر. Mom, should we help you or dad؟ میگه مادر، ما توصیه میشه که به شما کمک کنیم یا پدر. Was Jim's car white or blue؟ میگه آیا ماشین جیم سفید بود یا
آبی. خب چند تا خودش هم مثال زده. Do you leave on Tuesday or Thursday؟ میگه آیا شما سه شنبه ترک خواهی کرد یا پنج شنبه؟ Is the Taj Mahal in India or China؟ میگه آیا تاج محل توی هندوستان هست یا چین؟ Should I read a booklet or the website؟ میگه آیا توصیه میشه که من دفترچه رو بخونم یا وبسایت رو؟ خب مبحث آخر کتابمون که بسیار مبحث مهمیه راجع به قیدها هست. ببینید دوستان عزیز، کتابای دوره متوسطه اول متاسفانه بسیار مطالب محدودی رو در اختیار شاگردا قرار میداد. طبیعیه که خب مطالبش سهل بود و آسون بود. وقتی که شاگردا وارد دوره متوسطه دوم میشن با یه شیب تندی مطالب رو به در واقع سختی میره. یعنی شما وقتی توی این کتاب دهم دبیرستان ما 4 تا گرامر اصلی رو هر درسمون میگه، توی بخشای آخر کتابم دوباره یه مباحث جدیدی رو مطرح میکنه که خودش میتونه اصلا یک گرامر جدا باشه. مثل همین بحث قید، لازمه که شما با دقت بیشتری، با در واقع خوندن بیشتر این مطالب بتونید روی کتاب‌های زبان تسلط پیدا کنید. با همون افکار کتاب‌های متوسطه اول با این کتاب مواجه نشید. خب این کتاب که دیدید خب کتاب سختی بود، سوالات سختی ازش مطرح میشه توی امتحانات نهایی و همینطور کتاب 11 و 12 طبیعیه که از این کتاب سخت‌تره. خب ما در نقش کلمات در جمله تقریبا میشه گفت یاد گرفتیم که فاعل کجاست، فعلمون کجاست، صفت کجاست و اسم کجا استفاده میشن و حالا نوبت قید است. قید هم انواع قید رو داریم که این درسمون راجع به قید حالته. میگه یک قید mostly به طور عمده gives more information about the verb، اطلاعات زیادی میده راجع به فعل. Some adverbs، برخی از قیدها tell you، به شما میگن how something happens، که یک چیز چطوری اتفاق میفته. These adverbs known as adverbs of manner often end in ly. میگه این قیدها که به عنوان قیدهای حالت شناخته میشن اغلب در واقع به الوای ختم میشن. اینجا 4 تا جمله داده که 4 تا صفت برای ما استفاده کرده. It's an easy language، میگه اون یک زبان راحتیه. بهار is a careful driver، بهار یک راننده با دقته. The woman was happy، خانم خوشحال بود. Ali is polite، علی با ادب. خب ما توی انگلیسی قیدها رو از صفت ها میسازیم، یعنی با اضافه کردن الوای به آخر صفت میاییم در واقع قیدمون رو میسازیم. قیدم چی رو توضیح میده؟ فعل رو. دقت بکنید، میگه که we can learn this language easily، ما میتونیم این زبان رو به راحتی یاد بگیریم. خب چطوری یاد بگیریم؟ به راحتی. easily چی رو توضیح میده؟ یاد گرفتن. she drives carefully، او رانندگی میکنه با دقت. چجوری رانندگی میکنه؟ با دقت. she spoke happily، spoke گذشته فعل speak، میگه او صحبت کرد با خوشحالی. چجوری صحبت کرد؟ فعلمون با خوشحالی. he talks politely، او صحبت میکنه مؤدبانه. او چجوری صحبت میکنه؟ مؤدبانه. تمرین بسیار مهم، گفته که فعلا و قیدا رو پیدا کنید. نسترن puts her books neatly inside the desk، میگه نسترن قرار میده کتابهاش رو به صورت مرتب داخل میز. خب چجوری قرار میده؟ neatly، به صورت مرتب. my uncle painted my room nicely، عموی من اتاق من رو به خوبی رنگ کرد. چجوری رنگ کرد؟ به خوبی. the firefighters went into the burning house bravely، میگه که آتش نشان‌ها وارد اتاق رفتن داخل اتاق در حال سوختن چجوری؟ شجاعانه. bravely. she looked at the child and asked politely، میگه او به بچه نگاه کرد و پرسید مؤدبانه. چجوری پرسید؟ مؤدبانه. what is your name، اسم چیه؟ the students were waiting patiently for the bus، میگه که دانش آموزان
در حال انتظار بودن. patiently صبورانه برای اتوبوس. چجوری منتظر بودن؟ patiently. سهیل never talks to his parents rudely. میگه سهیل هرگز صحبت نمیکنه با پدر مادرش بی‌ادبانه. چجوری صحبت نمیکنه؟ بی‌ادبانه. پس ببینید فعلامون رو مشخص کردیم و قیدها هم داشتن فعلا رو توضیح میدادن. وقتی که ما میخوایم الوای اضافه کنیم به صفت‌ها، 3 تا حالت‌های مختلفی داره که کتاب شما به 3 تاش اشاره میکنه. نوع اول که خب بسیار مشخصه، فقط یه الوای اضافه میشه به آخر صفت و تبدیل به قید میشه. مثلا کویک میشه کویکلی، سریع سریعا، ریل واقعی، ریلی واقعا. صفت‌هایی که آخرشون به وای ختم میشه تبدیل میشن به آی ال وای. انگری عصبانی، انگرلی با عصبانیت. ایزی به راحتی، ایزی راحت، ایزیلی به راحتی. نگاه کنید این که آخرش وای حذف شده و آی ال وای نوشته شده. این نکته مهمیه. و صفت‌هایی که آخرشون به بی ال ای ختم میشن مثل possible و probable تبدیل میشن به بی ال وای. یعنی در واقع ما این ای آخری رو برمی‌داریم، به جاش یه دونه وای میذاریم. possible و probable هر دو به معنی ممکن و محتمله که possibly و probably هر دو به معنی احتمالاً. خب گفته به این صفت‌ها الوای اضافه کنید و تبدیل به قیدشون کنید. خب polite صرفاً یه دونه الوای اضافه میشه politely مؤدبانه. comfortable آخرش بی ال ای هست، پس ای رو برمیداریم وای میذاریم. راحت به راحتی. quiet ساکت، quietly به آرامی. cruel ظالم، cruelly ظالمانه. quick سریع، quickly سریعا. loud با صدای بلند، loudly دوباره با صدای بلند. wonderful شگفت‌انگیز، wonderfully به طور شگفت‌انگیز. slow آروم، slowly به آرامی. interesting جالب، interestingly به طرز جالب. suitable مناسب، suitably به طرز مناسب. فقط به املاشون دقت کنید که الوای وقتی اضافه شده چه اتفاقی افتاده. خب ببینید یه سری قیدها هم هستن که ما بهشون میگیم irregular adverb یا قیدهای بیقاعده. گفته که here is a list of irregular adverbs which do not follow the rule. میگه اینجا ما لیست قیدهای بیقاعده رو داریم که از این قانون پیروی نمی‌کنن، یعنی با اضافه شدن الوای بهشون قید ازشون ساخته نمیشه. مثلا fast سریع میشه fast، سریع سریعا. late دیر، دوباره late هم میشه دیر. hard سخت، hard به سختی. good خوب، well به خوبی. خب گفته که اینم از اون تمریناییه که بسیار مشابه در واقع چیزی است که ممکنه توی امتحان داشته باشیم. مثلا یه داخل پرانتز توی صفت ها هم داشتیم، مثلا صفت رو داخل پرانتز میداد، میگفت آقا شکل درست این صفت رو خب استفاده کن. خب میگیم هوشنگ came late to the class yesterday. هوشنگ دیر اومد به کلاس دیروز. late همون خودشون بیقاعده است. The policeman answered the tourists politely. اون آقا پلیسه به گردشگران با ادبانه پاسخ داد. Can you talk quietly please؟ آیا ممکنه شما آرومتر ساکتتر صحبت کنید؟ بهروز tried تلاش کرد به سختی hard to answer all questions. خب چرا hard نوشتیم؟ چون که قید hard همون میشه hard. My teacher speaks French well. میگه معلم من به خوبی فرانسوی صحبت میکنه. The people of the town مردم شهر generously helped poor people. سخاوتمندانه کمک کردن به مردم فقیر. خب اینا رو حتما generously، generous صفتشه به معنی بخشنده، سخاوتمند، قیدش میشه سخاوتمند. خب توی صفحه آخر کتابمون که خب ما این قسمت رو فاکتور میگیریم، کار نمی کنیم. اینجا توی این متن گفته که
در واقع شما underline all modal زیر همه افعال مودال خط بکشید. نوشته که you can prepare your own meals for your trip. شما میتونید غذای خودتون رو برای سفرتون آماده کنید. can making your own meals درست کردن غذای خودتون may save time احتمالاً باعث save time یا ذخیره شدن زمان بشه و پول. and you know exactly what goes into everything you prepare. شما دقیقا میدونی که چه چیزی میره داخل چیزی که داری آماده میکنی. Vegetables and sandwiches are easy to make. میگه سبزی ها و ساندویچ ها راحت هستن برای درست کردن. So they are useful foods for short trips. در نتیجه اینها غذاهای مفیدی هستن برای سفرهای کوتاه. For very long trips برای سفرهای طولانی You may buy food or eat in restaurants. شما احتمالاً غذا بخری یا تو رستوران ها غذا بخوری. Remember به خاطر داشته باشید You should not eat fast or junk food. شما نباید توصیه میشه که نخورید فست فود یا جانک فود غذای ناسالم. Good food غذای خوب keeps you healthy and happy. غذای خوب شما رو سالم و شاد نگه میداره. And you can enjoy every minute of your trip. و شما میتونید از هر دقیقه سفرتون لذت ببرید. خب دانش آموزان عزیز تقریبا درسمون تموم شد و حالا اینجا توی قسمت C گفته که حالا استرس و تلفظ و لحن سوالات رو دقت کنم. من اینا رو معنی میکنم که دیگه چیزی نمونه. Is food cheap or expensive in airports؟ میگه آیا غذا توی فرودگاه ها گرونه یا ارزونه؟ Do you like fast food or homemade food؟ homemade ساختار مهمیه. میگه آیا شما فست فود یا غذای خونگی دوست داری وقتی که سفر میری؟ Are chips and cookies suitable or not suitable for travelers؟ میگه آیا چیپس و کلوچه ها مناسبن یا نامناسبن برای مسافرین؟ نکته حائز اهمیت دوستان عزیز راجع به irregular verbs یا افعال بی‌قاعده هست که نیازه که حتما اینا رو در واقع حتما حفظ کنید و به خاطر داشته باشید. افعال بی‌قاعده که توی این کتاب بهشون اشاره شده و یه لیستی رو توی آخر کتاب آورده. خب امیدوارم که این سری از ویدیوها که با هدف موفقیت در آزمون نهایی برای شما آماده شده لذت برده باشید. برای دوستانی که به هر دلیلی نتونستن از مطالب کلاس استفاده کنن این فایل ها میتونه واسه شون مثمر ثمر باشه و اگر دیدید کسی هم نیاز داره که به صورت رایگان این کتاب ها رو و دروسی که از دست داده رو با دقت بخونه این کانال رو و این فایل ها رو براشون ارسال بکنید. انشاءالله ما در ادامه این ویدیوهای کلاس 11 رو خواهیم داشت. با آرزوی موفقیت برای همه دوستان در امتحانات نهایی.